سلام دوستان، وقتتون بخیر. الهام علمی دوست هستم، روانشناس و مشاور و شما دارید یکی دیگه از ویدیوهای منو در مورد کتاب قانون عادتهای اتمی ملاحظه میکنید. اگر کتاب رو قبلا نخوندید یا ویدیوهای قبلی رو ندیدید اصلا اشکالی نداره، چون هر جلسه معمولا مستقل هستش و به اندازه کافی مفید و کاربردیه. پس لطفا تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. امروز میخوام در مورد فصل 12 این کتاب صحبت کنم که خیلی جذاب و کاربردیه و عنوانش اینه: قانون کمترین تلاش. همون ابتدای فصل یک مثال مفصل داره، اما یک کم بعدتر میاد یک مسئله خیلی مهم رو مطرح میکنه تحت این عنوان که عادتها مانعی هستند بر سر راه ما و موقعیت دلخواهمون یا هدفمون. در واقع اگر رژیم غذایی رو به عنوان یک عادت میخوایم وارد زندگیمون کنیم، اگر میخوایم سیگار رو ترک کنیم، هر دوی این عادتهایی هستن که در واقع بین ما و سلامتی بیشترمون قرار دارن. اگر میخوایم که تناسب اندام داشته باشیم و زندگی سالم‌تری رو داشته باشیم، باز هم ورزش کردن یه عادت بین ما و رسیدن به اون سلامتی و تناسبی که مورد نظرمون هستش. پس خود عادت هدف نیست عزیزان. اگر میگیم که آسونش کنید، جذابش کنید، کمش کنید، زیادش کنید و یه سری تغییرات خلاصه درش بدید، نگران نباشید که خب پس چی میشه حالا اون عادتمون. با این پیش‌زمینه ذهنی خیلی مهم بریم سراغ این موضوع بعدی که تاکید میکنه که انسان‌ها دلشون میخواد که همیشه کارهای ساده تر رو انجام بدن. ترجیح اولیه‌شون اینه که کاری رو انجام بدن که کمترین انرژی رو میطلبه. در طول روز هم میبینید که ما بیشترین زمان‌هامون رو برای کارهایی می‌ذاریم که کمترین انرژی رو میخواد، یا دست کم زمان‌های فراغتمون رو مثلا تلویزیون نگاه کردن یا توی موبایل گشتن، شبکه‌های اجتماعی یا غیره انرژی خیلی کمی رو صرف میکنه و به خاطر همینه که محبوبه و معمولا اوقات فراغتمون رو فقط به همین کارهایی میپردازیم که انرژی زیادی ازمون نمیگیره. البته که ما کارهای مهم و خیلی طاقت فرسایی رو هم میتونیم انجام بدیم و از پس هر چیزی برمیاییم وقتی که تصمیم میگیریم و اراده میکنیم، اما دقیقاً به همین دلیله که انرژیمون و چه به صورت فیزیکی و چه به صورت روانی رو میخوایم متمرکز نگه داریم برای انجام دادن کارهای مهم زندگیمون، برای انجام دادن وظایف شغلیمون، وظایف خانوادگیمون، و به خاطر همینه که عادت‌های معمول و متداولمون رو دیگه سعی می‌کنیم چیزهایی رو به صورت ناخودآگاه انتخاب کنیم که اونها دیگه انرژی زیادی از ما نگیرن. به خاطر همین کتاب توصیه میکنه که ما عادت‌هامون رو طوری طراحی کنیم که کمترین زمان و کمترین انرژی رو ازمون بگیره برای رسیدن بهش و راحت طبیعی جزء روال زندگیمون. اگه قراره که بریم یه سالن ورزشی و برای تناسب انداممون ورزش کنیم روزانه، بهتره که اون سالن در جایی بین محل کار و محل زندگیمون باشه یا نزدیک به خونمون باشه که بتونیم راحت اون رو جزوی از کارهای روزانمون قرار بدیم. ما هدفمون این نیستش که عضوی از ورزشکاران سالن مثلا معتبر شهر باشیم. هدفمون اینه که به تناسب اندام برسیم. پس این دوتا رو با هم دیگه اشتباه نکنیم. گاهی اوقات عادتی که قراره که ما رو برسونه به هدفمون با خود هدف اشتباه گرفته میشه. فکر می‌کنیم حالا که می‌خوایم ورزش کنیم باید حتما کمالگرا هم باشیم و توی بهترین سالن با بهترین مربی در بهترین زمان این کارو بکنیم. شاید اگر وقتمون آزاد باشه و این کار برامون خیلی راحت باشه اشکالی نداشته باشه انجام دادنش، اما در حالت کلی و به صورت عادی بهتره که این رو به شکل یک پلی نگاه کنیم، عادت ورزش کردن رو و سالن رفتن رو که قرار ما رو به تناسب اندام برسونه، نه اینکه بخوایم کمالگرایی و ایدئال بودنمون رو توی همه عادت‌هامون حفظ کنیم و سعی کنیم که حتما اون رو پرفکت انجام بدیم، چون احتمال انجام دادنش رو دست کم به صورت دراز مدت کم می‌کنیم. کتاب بعداً از یه مقاله معتبر اقتصادی صنعتی اسم میبره و بهش اشاره میکنه که در اون گفته شده که چطور ژاپن تونست در صنعت و در کیفیت بر رقبای آمریکایی خودش پیشی بگیره، به خاطر اینکه یکی از کارهای مهمشون این بود که در کارخونجاتشون تمام مسیرها طوری طراحی شد که حداقل هدر رفت انرژی رو داشته باشه و در واقع هیچ کارگری مجبور نباشه برای انجام دادن روال عادی کارش خم بشه، بچرخه، چیزی رو از جایی بیاره و چیدمانشون رو به این شکل طراحی کردن. این باعث شد که هم تولیدشون خیلی افزایش پیدا کنه و هم کیفیتشون در دنیا مثال زدنی بشه. طراحی محیط پس چیزیه که باید حتما بهش اهمیت بدیم و حواسمون باشه که چقدر تاثیر میگذاره روی کیفیت کارمون و روی بهبود عادت‌هامون. محیط اطرافمون رو باید طوری چیدمان کنیم که انجام دادن روال درست کارها و عادت‌های خوب برامون ساده باشه.
و در عین حال محیطمون رو باید طوری آماده کنیم که برای دفعات بعدی که میخوایم اون عادت رو انجام بدیم هم کارمون راحت باشه. مثلا اگر میخوایم هر روز بریم ورزش یا یه روزهای خاصی رو قراره که بریم ورزش، از قبلش کیف ورزشیمون و وسایلمون رو چیده و آماده باشیم. اگر قراره که غذاهای سالم‌تری بخوریم و میوه و سبزیجات بیشتری استفاده کنیم، حتما آخر هفته ها اونا رو خریداری کنیم و شستشو و بسته‌بندی و خرد کردن و همه این کاراشو انجام بدیم تا در طول هفته برامون راحت باشه. و همچنین این کار رو میتونیم به صورت وارونه برای عادت‌های بعدمون انجام بدیم. اگر می‌خوایم سیگار کشیدن رو کنار بگذاریم، بهتره که اصلا سیگار نخریم تا جایی که میتونیم و وقتی که خب نداشته باشیم احتمال اینکه بلند شیم اون لحظه‌ای که وسوسه‌اش رو داریم بریم سراغش خیلی کمتر میشه. کتاب داره تموم میشه و ما قراره که بعدش جلسات مفید روانشناسی دیگه‌ای داشته باشیم عزیزان. بریم سراغ خلاصه فصل. کتاب میگه که رفتار انسان‌ها از قانون کمترین تلاش پیروی میکنه. پس بهتره که محیطمون رو طوری طراحی کنیم که انجام دادن کارهای درستمون و عادتهای خوبمون کمترین تلاش رو بطلبه. استکاک‌ها و دست‌اندازهای مربوط به عادتهای خوب رو تا حد امکان کمتر کنیم و برعکس استکاک و دست‌انداز سر عادتهای بدمون رو تا جایی که میتونیم بیشتر کنیم که انجام دادنشون سخت شه. در نهایت محیط کار و زندگی رو برای انجام کارهای آینده هموار کنیم. ممنون که همراه هم بودید.